پشتی درخستنا بریارا سزادانا تاوانبار انور رسلان جالی دادگاه آلمانیا ناوندا سوریا لکولین یاسایی داخویانیک بلاف کرد تیده بریارا سزادانا تاوانبار انور رسلان به یکمین پنگاوا دیروکی ده پیواجویا دادوریا دریج بناف کرد. ناوندا سوریا لکولین یاسایی داخویانی خود دیار کرد لریکفتا 13 برچله دادگاه هرمیا بلند لکوبلنت زیا آلمانیا بریارا زندان کرن حتی در حق تاوانبار انور رسلان برپرسیاری برید رژیم اسد دستند. تاوانبار انور رسلان ده سال 2011 تا داویا سال 2012 دماکوژ سوریه درکد دریو بریا اولهی نافخوی رژیم سوریه ده به پلی عمید کار دکر سروکاتیا بشه و کلین دشاخ اولهی نافخوی رژیم ددکر کو او شاخ بشاخ 251 شاخ الخطیب ناسکری بو هروها مترسیدارترین شاخ بو بهسترین باندور بود سوریه ده. تاوانبار انور رسلان جالی پلیس آلمانی و لسر بریارا دادوری گشتی یه پسپور ده تاوان ناف دولتی لریکفتانه سباتا 2019 ده هاته دسته سر کرن. دادگاه گشتی آلمانیا تومتن اشکنجدانا بهتر جه 4000 گرتی و جیان جدزدانا 85 گرتی ده زندان رژیم داد بن اشکنجه ده هن تومتن دن مینا دزدریجی و تندتجی علاشی آراستیوی کرو بو. هروها داخویانی سربار کرو گوت لریکفتا 23 نیسان 2020 دادگاه کوبلنتر یا آلمانی دست به وکولین بتاوانبار رسلان کرد. دهیا ما وکولین ده کو 21 مه وکولین دریش کرد. تیده 29 دادور قربانی پسپور و افسرین پولیس و شاهد حال اخفتنین خواه پیشکش کرن. ناوندا سوریا تایبت بلی کولین یاسایی ده همان داخویانی خود دستخوشی به درخستنا بریارا سزادان در حق تاوانبار انور رسلان کرد. به بریارک دیروکی دی دیروکا دادوری آلمانی و یا ناف دولتی بناف کرد. جبرکو بریارک در حق تاوانبارکی به پلیا بلندستند کو تاوان دیجی مروواتی دی چارچوبه تاوان کو رژیم اسد انجام دایه و هینجی دی تاوان خود لسوریه بردوامه. کو به شوه کی ریباسکری و برفره به بجداری همو شاخین اولهی لشکری و سیاسی و راگاندنا رژیم سوریه او تاوان در حق سوریان ده تینه انجام دان.